درود میگویم با کل شما همدیاران عزیز، دوستداران صنعت ملی، علاقمندان هنر والای هنرمندان اصیل مملکت. این برنامه نبزی نوا هست. منظور شما خاطر رسان میکنیم که به مهمانی برنامه ما تشریف آوردند بانوی پرهنر، ستاره درخشان، نفر صاحب استعداد و موفق مدینه اقنزارова. خوش آمدید به استودیو برنامه نبزی نوا. شبتان بخیر باشد. تشکر زیاد. سلامت باشید. خوب مدینه بانو، این حالی که بیننده های سرشماری برنامه نبزی نوا ما شما رو تماشا دارم، فکر میکنیم که البته که تشنه ترانه های شما هستند. میخوام که آغاز برنامه با یکی از سرودهایتان صورت گیرد، اما زنده. ای جان و دلم، جان و دلم، جان و دلم، جان و دل من فدای تو، جان و دلم، جان و دل من اگر توی جان و دلم، به جان و دلم مکن ایا جان و دلم. بهترین، تشکر. بسیار صدای فورا. فکر میکنم که بیننده های عزیز از این اجرای شما خیلی خوشحال شدن و البته که تا به آخر ما و شما را تماشا میکنن. خب شروع میکنیم. مدینه بانو، در مورد بند و بست ترانه هایی که در انجام سال 2019 و آغاز سال 2020 اجرا کردید، چی نگاهی دارید و تفاوت آنها را از دیگر ترانه هایتان در چی میبینید؟ با فکرم سرودهایی که در سال 2019 و آغاز 2020 اجرا کردم، مخلصانم آن را قبول کردم و من از این خیلی خرسندم. اولین ترانه‌ای که شما اجرا کردید کدام است؟ ترانه ایاریار. ایاریار. بعد این ترانه کدامش را اجرا کردید؟ با فکرم برقصیم، عشق من بیا برقصیم که هنوز نیمه شب است، خوشیم شب ما تنها رقص از رقص. یعنی من میخوام بفهمم که این ترانه رو خودی شما اجرا کردید؟ بله. آیا اون کسی اجرا کرده است یا نه؟ تنها من نه. این سرود خلقی. مدینه بانو، من فکر میکنم که این سرودی که شما را مشهور کرد این سرود به عنوان ایاریار است. بله. و میخوام از پیشنهاد و محتوا و همچنین از بند و بست آهنگیان بهر ما و بهر بیننده های عزیز تلویزیون شهرنواز کمی حرف بزنید. این سرود از اپرای دمیر دوست محمدов قشلاق طلایی گرفته شده است و از بس که این سرود با من خیلی معقول شد، من این سرود را با شکل استرادی سراییدم. یکمین بار این سرود را من در سال 2017 به مناسبت روز استقلال تاجیکستان سراییدم و مردم این سرود را خوش قبول کرد. بهترین کی پیشنهاد کرد که شما محض همین ترانه را اجرا کنید؟ من خودم. من این سرود را در تئاتر اپرا و بالت شنیدم و با من خیلی معقول شد این سرود. و پیوسته که کوشش کردید که محض از همین ترانه را با سبک خود زمزمه کنید. بله. خیلی خوب. مدینه، من فکر میکنم که شما در ژانرهای گوناگون موسیقی مهارت سرودخوانی دارید. بله. اصلا چی دشواری دارد؟ یعنی که اگر استعداد باشد دشوار نیست. اصلا برای مدینه مشکل نیست در ژانرهای مثلا مختلف اجرا کردن سرود. مثلا در ژانر اپرا خیلی مشکل است. خیلی مشکل. در ژانر شش مقام قوت باید باشد، دیاپازون باید کلام باشد. خب در دیگر ژانرها چی؟ ژانری با فکرم فلک با من خیلی مشکل است. من نمیتونم خوندم. نمیتونم. باری هم خود رو مثلا سنجیده اید یا نه؟ نه. کوشش میکنید؟ حتما. خب تشکر. زندگی باغ و بهارش مادر است، آفتاب و چشمسارش مادر است. هر کی نبینید در دنیا سربلند، اولین آموزگارش مادر است. فهمیدم میخوام که مقام منزلت مادر در ایجادیات مدینه بانو چی نقشه دارد؟ افسوس که تا حالا من در وصف مادر سرود نسراییدم. ولی نقشه دارم که در آینده حتما سرود برای مادر میسرایم.
مهارت عالی، درک معنی و اینچنین سیمای زیبا. میخوام فهمم که در مشهوریت هنرمند کدام از این گفته ها نقش می‌بازد؟ و فکرم برای مشهور شدن هنرمند خب همه این نازکی ها ضرورند. همه این گفته ها. همه این گفته ها. عین حال یک ترانه را در اجرای بانو مدینه تماشا میکنیم، بعدا باز ارتباطمون رو ادامه میدهیم. ایا مرغی دلم بکن تو پرواز، زی تنهایی از قفس تو را کنم باز، زی تنهایی از قفس تو را کنم باز. با گوشت میرسد آیا صدایی، بزن بالو پری با سوی آواز. با گوشت میرسد آیا صدایی، بزن بالو پری با سوی آواز. یار یاری من، یار دل داری من، یار یاری من، یار دل داری من. بیا یاری من مکن جدایی، کسی راحت نبیند از بی‌وفایی، کسی راحت نبیند از بی‌وفایی. نباشی بی‌وفا دوری چجوری، چرا از چشمی من تو کم نمایی. نباشی بی‌وفا دوری چجوری، چرا از چشمی من تو کم نمایی. یار یاری من، یار دل داری من، یار یاری من، یار دل داری من. یار یاری من، یار دل داری من، یار یاری من، یار دل داری من، یار یاری من، یار دل داری من، یار یاری من، یار دل داری من. خیلی که مشاهده میکنیم شما اینه که در موضوعهای گوناگون ترانه اجرا کردید، اما در موضوع عشق
بیشتر است. سبب در چی است؟ با فکرم هر آدم در زندگی درد دل دارد و منم داشتم. ولی همون سرودای من بیشتر عاشقی هست. عاشقی است. مدینه عاشق است. عاشق وطن. عاشقی وطن. عاشق مادر. عاشقی مادر. عاشق به زندگی. بله. خب مدینه بانو، در برنامه یک بخش است زیر عنوان حاضر جواب. هر قهرمانی که به برنامه ما تشریف می‌آورند البته که در بخش مذکور شرکت می‌ورزند، یعنی که سوال‌هایی که به شما پیشنهاد می‌کنیم دشواری ندارد. خب آماده باشید، شروع می‌کنیم به سوال نخستین. مدینه در مجموع چند ترانه اجرا کرده؟ من فکرم ای بسیار. زیاده از 20. تشکر. سوال دیگر، سرود بیرقصم را به دو طرز اجرا کردن میتوانید؟ با کدام ژانر؟ فکر میکنم با ژانر شش مقام و سبکی خود شما میخونید. اول با سبکی خودتان شروع میکنیم. مرحبا. عشق من بیا برقصیم که هنوز نیمه شب است، خوشیم شب ما تنها رقص از رقص. بهترین. خوب با ژانر شش مقام. مشفقی، آشکار سخنی و قوی بودن، این گفته ها به شما نزدیکی دارن؟ بله. خب مثلا شما آشکار سخن میگید؟ بله دارم. خب شما در کدام حالت آزاد سخن میکنید؟ مهربان هستید؟ در خانه و یا که در کار؟ بله من مهربان هستم. مهربان. در خانه؟ در خانه همه جا. در جای کار؟ بله. ورزش، سیاحت، سفر، این گفته ها به شما نزدیکی دارن؟ بله. خب با دویدن؟ دویدن. ماربای سحربوی؟ خب سفر کردن رو دوست می‌داره؟ بله. لیکن از سمالات من میترسم. هواپیما؟ به حد میترسم که. مدینه بانو در سه ژانر موسیقی سرود خوندن میتوانید؟ بله. مثلا در اپرا؟ میتونم. خب مرحبا. Come bambino caro, mi piace bel پختن طعام‌های ملی، اجرای سرود به سه زبان غیر، این گفته رو از عهده‌اش میبرید؟ پختن طعام‌های ملی، اجرای سرود یعنی که زمزمه سرود با زبان‌های غیر یعنی خارجی. مثلا کدام نوع طعام‌ها را میپذید؟ من تو میتونم. خب پختن شکراب، قروتاب. باز که در وقت پختن طعام‌ها فقط سرود میخونید؟ نه. گاه میشد که سرود خونید؟ بله میشه. خب در کدام حالت‌ها؟ صبحگاهی، شام یا شب؟ شام. با کدام زبان‌های خارجی سرود اجرا کرده میتونید؟ با زبان ژاپنی، با زبان انگلیسی، با زبان فرانسوزی، با زبان اسپانیایی. میخوام یک پارچه با زبان انگلیسی اجرا کنید. خب مرحمت. They say oh my God I see the way you shine. Take your hand my dear and place them both in mine. مدینه با چی بیشتر علاقه‌مندی دارید؟ کتاب خوندن. کتاب خوندن. بسیار کتابا میخونم. چی برایتون بیشتر مهم است در زندگی؟ برای من سلامتی مهم است. سلامتی. بله. میگن مدینه بیشتر کمک میکنه. درست است؟ بله. با کی؟ با کودکان. نیازمندان؟ بله. خب تشکر. مدینه بانو ما این حال شما رو میسنجیم. یعنی 4 مصرع شعر رو ما قرائت میکنید، شما در حال به طور سرود زمزمه میکنید. فرزند دوام عمر انسان باشد، نیروی دل و حلاوت جان باشد، مادر چو درخت است در این باغ جهان، بگذار که میوه‌اش فراوان باشد. خب مرحمت.
فرزند دوامی عمر انسان باشد نیروی دل و حلاوت جان باشد مادر چو درخت در این باغ جهان بگذار که میوه‌اش فراوان باشد. تشکر. با شما بسیار سپاس میکنیم و میخوایم در انجام باز یک ترانه دیگر اجرا کنید روی صحنه بعدا با شما خیلی خوش میکنیم. تو در چی خیالی بگو در چی حالی در کتاب زندگی تو میسی سوالی از تو بعد من چی سود بروی زودی دور ما میسی افسانه بود نبود بگو آره 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 دلی من بیقراره آره آره با شما بسیار سپاس برای اجرای این ترانه. چی گفتن در انجام برنامه بهر مخلصان خویش؟ برای مخلصان عزیزم سلامتی، خوشبختی و خانه آبادی تمنا دارم. تشکر، بار دیگه خوش آمدید. سلامت باشید. بیننده های عزیز و ارجمند، به شما خاطر رسان میکنیم که در مهمانی برنامه ما حضور داشتند بانوی پرهنر مدینه اقنازروا. در همینجا برنامه ما خاتمه مییابد. خیر.